با درود فراوان، این فیلم اولین ویدیوی آموزش ساخت دستگاه‌های پین پوینتر به زبان پارسی است که بر اساس جدیدترین روش‌ها و مدارات تهیه و ساخته شده. همونطور که میدونید دستگاه‌های پین پوینتر یا همون دستگاه نقطه زن برای زمانی استفاده میشن که بخوایم مکان دقیق یک جسم فلزی رو شناسایی کنیم. دو مدل دستگاه پین پوینتر در بازار موجود است. اولی دستگاه با سیمپیچ هسته هوا هست و دومی دستگاه با سیمپیچ هسته فرید که همین سیمپیچ با هسته فرید هم دو نوع هست. یکیش سیمپیچ مستقل که از یک سیمپیچ تشکیل شده و دومی سیمپیچ فیدبک که از دو سیمپیچ تشکیل شده که بنده در این ویدیو میخوام نحوه عملکرد و ساخت دستگاه پین پوینتر با هسته فرید و سیمپیچ فیدبک رو آموزش بدم. ولی قبل از شروع اگر کانال رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. پین پوینترهایی که از دو سیمپیچ تشکیل شدن، سیمپیچی که تعداد دور بیشتری داره به عنوان القاگر است و سیمپیچی که تعداد دور کمتری داره به عنوان سیمپیچ فیدبک است. در صورتی که به سیمپیچ القاگر یک مدار نوسانگر متصل کنیم، در دو سر و اطراف هسته میدان مغناطیسی خیلی قوی تولید میشه که با نزدیک کردن یک جسم فلزی به سیمپیچ، این میدان مغناطیسی یا همون شار دوباره به سمت سیمپیچ برمیگرده که در اینجا از طریق سیمپیچ فیدبک این میدان مغناطیسی دریافت میشه. خب حالا که میدونیم دستگاه پین پوینتر چطور کار میکنه، خیلی راحت‌تر میتونیم مدارش رو طراحی کنیم. وقتی که در اینترنت دنبال مدارات پین پوینتر بودم، تونستم این مداراتی که در تصویر میبینید رو پیدا کنم. البته مدارات پیشرفته تری هم بود، ولی انقدر که قطعات اون مدارات زیاد بود که اصلا ارزش ساخت نداشت، چون اکثر قطعاتش داخل ایران پیدا نمیشه. بنابراین تصمیم گرفتم از این مدار ساده که معروف هست به مدار ژول دزد یا همون دزد انرژی استفاده کنم. البته از این مدار در پروژه های دیگه هم استفاده کردم، مثل شارژ بیسیم، فلزیاب و در نهایت پین پوینتر، که البته با کمی تغییر و با اضافه کردن چند قطره تونستم این مدار رو عملی کنم. و حالا که مدار رو دارم میرم سراغ ساخت سیمپیچ. اگر در یوتیوب ساخت پین پوینتر رو سرچ کنید چند فیلم هست که با هسته فرید رادیوی قدیمی این سیمپیچ رو میسازن، ولی خب همه که به این هسته دسترسی ندارن. بنابراین به جای استفاده از این هسته از یک کویل 10 میلی هنری با هسته فرید که از یک الکترونیکی خریدم استفاده میکنم. عرض این هسته 1.5 سانت و طولش 5 سانتی متره و روی سیمپیچ هم وارنیش شفاف داره. از این کویل به عنوان سیمپیچ القاگر استفاده میکنم. پس تنها چیزی که نیاز هست سیمپیچ فیدبکه. پس میام طبق مدار 20 دور سیم 2 دور هسته میپیچم. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. و برای اینکه سیمی که پیچیدم سر جاش ثابت باقی بمونه، یک مقدار پارافین یا همون شمع رو روی سیمپیچ قرار میدم و با نوک لحیم یا هر چیز داغ دیگه ای اون رو ذوب میکنم. بعد از اینکه مدارم رو روی بردبورد بستم، سیمپیچی که ساختم رو طبق شماتیک سر جاش قرار میدم. بعد از این باید مدارم رو از طریق ولوم تنظیم کنم. برای تنظیم کردن مدار فقط کافیه که اطراف سیمپیچ فلزی نباشه و بعد با چرخوندن ولوم سعی میکنم LED رو در مرز بین روشن و خاموش قرار بدم. وقتی که LED به این مرز رسید، یک جسم فلزی به سیمپیچ نزدیک میکنم و همونطور که میبینید عمق کاوش به حد اکثر میرسه. البته این یکی از راههای افزایش عمق کاوش است و من همزمان با ساخت این دستگاه و این ویدیو در حال آماده کردن یک دوره کامل آموزش ساخت دستگاه فلزی و پین پوینتر هستم و تمام این نکات ریز و مهم رو در اون دوره آموزش میدم. خب حالا بعد از اینکه مدارم رو تنظیم کردم، یک مدار نشانگر ولتاژ باتری به خروجی مدارم متصل میکنم تا بتونم عمق کاوش رو با روشن شدن ترتیبی LED ها نشون بدم. بعد از اینکه مدارم رو داخل پرتوز طراحی کردم، اون رو روی کاغذ گلاسه پرینت میگیرم و یک فیبر مسی به اندازه کاغذ گلاسه برش میدم و روی قسمت مسی رو با سنباده 1000 سنباده میزنم و با دستمال کاغذی براده ها رو جمع میکنم و بعد کاغذ گلاسه رو روی مس میذارم و با اتوی داغ روی کاغذ و مس میکشم تا کاغذم به طور کامل به مس بچسبه. در این حالت فیبر رو داخل آب سرد فرو میکنم
و بعد دوباره روی فیبر رو اتو میکشم تا خشک شه. و بعد از خشک شدن فیبر رو داخل آب سرد فرو میکنم. این کار رو تا زمانی انجام میدم تا هنگامی که فیبر رو داخل آب فرو میکنم در همون ثانیه های اولیه کاغذ به طور کامل خیس شه و خطوط زیر کاغذ طبق تصویر نمایان بشه. در این حالت که مرحله آخر است یک بار دیگه اتو رو روش قرار میدم و منتظر میمونم تا کاغذ از مس جدا بشه. اگه از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگه هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. البته بعضی قسمت ها رو باید با ماژیک ضد آب ترمیم کنم، ولی خب این روش سریعترین راه برای چاپ کردن PCB روی مس است. حالا میام کاغذهای بین خطوط رو با یک جسم نوک‌تیز پاک میکنم تا پایه ها به هم اتصال پیدا نکنن. بعد از این میام فیبر مسی رو داخل ظرف اسید قرار میدم و ظرف رو تا زمان آماده شدن PCB تکون میدم. بعد از اینکه مدارم آماده شد اسید اضافی رو داخل ظرف اسید میریزم و مدارم رو میشورم و با سنباده 1000 روی مس رو سنباده میزنم و بعد با دستمال کاغذی پاکش میکنم. ولی اون چیزی که میخواستم نشد، پس میام با گوشت پاکن و اسپری خشک مدارم رو به خوبی تمیز میکنم. و این دقیقا همون چیزی شد که انتظارش رو داشتم. حالا میرسیم به قسمت پر استرس سوراخ‌کاری. برای ترانزیستورها از مته نیم و برای LED ها از مته 1 استفاده میکنم. و برای لحیم‌کاری اول قطعات SMD رو با استفاده از این نگهدارنده قطعه لحیم میکنم و بعد میرم سراغ قطعات دیپ و برای اینکه ویدیو طولانی نشه اون قسمت ها رو کات کردم. برای اتصال سیم پیچ به مدار از این کانکتور 4 سیم استفاده میکنم. اول میام 4 تا سیم رو لخت و سرشون رو لحیم میکنم و برای اینکه کارم تمیزتر در بیاد به پایه های سیم پیچ 4 تا سیم مفتولی لحیم میکنم و طبق مدار و PCB که دارم میام 4 تا سیم رو به سیم پیچ هم لحیم میکنم و این هم نتیجه کار. حالا میخوام برای این مدار و سیم پیچی که ساختم یک قاب با لوله درست کنم. اول میام به اندازه‌هایی که میخوام لوله رو برش میزنم و با فندک حرارت میدم تا بتونم بهش فرم بدم. این قسمت برای قرارگیری سیم پیچ است. اگه از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگه هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. و برای قرار دادن باتری داخل لوله هم با فندک به لوله حرارت میدم و بعد با انبار دست داخل لوله رو باز میکنم. و از اونجایی که باتری من یکم بزرگتر بود مجبور شدم قسمتی از لوله رو ببرم. بعد از این جای کلید رو مشخص میکنم و با نوک هویه اون قسمت رو برش میزنم و کلید رو سر جاش قرار میدم. برای لحیم زدن سیم های باتری از اونجایی که سیم منفی قابل لحیم زدن بود ولی سیم مثبت به بدنه باتری وصله و قابل لحیم زدن نیست، بنابراین سیمی که باید به مثبت وصل میشد رو روی بدنه قرار دادم و یک سیم دیگر رو هم روش قرار میدم. این سیم مربوط میشه به شارژ باتری و بعد روی دو سیم رو یک تیکه فویل میذارم و روشون رو چسب برق و چسب حرارتی میزنم تا اتصال سیم ها به باتری به خوبی برقرار باشه. بعد از این یک بار دستگاه رو بدون سیم پیچ روشن میکنم. در این حالت تمام LED ها باید روشن بشن. حالا میخوام دستگاه رو با سیم پیچ تست کنم. وقتی که یک جسم فلزی جلوی دستگاه میارم دستگاه کار نمیکنه چون کلیدش قطعه و وقتی که دستگاه رو روشن میکنم و جسم فلزی رو جلوی سیم پیچ قرار میدم همونطور که میبینید دستگاه به خوبی شناسایی میکنه. حالا برای قسمت شارژ باتری از سوکت USB استفاده میکنم و برای اینکه سوکت رو ثابت نگه دارم از یک تکه پارکت استفاده میکنم و این هم تست نهایی دستگاه. میبینید حتی یک مقاومت رو هم شناسایی میکنه. همونطور که قبلتر گفتم بنده در حال آماده کردن یک دوره کامل آموزش ساخت دستگاه‌های فلزیاب هستم. تمام مباحث مهم و حرفه‌ای رو در اون دوره‌ها در اختیارتون میذارم. پس تا ویدیویی بعد بدرود.